جناب محترم بخشنده مهربان، عرض سلام و درود و ادب و حرمت و احترام و خیلی حضور همه شما عزیزانی که همکنون بیننده گزارش امروز ما هستیم. به ادامه سلسله ما عزیزای دست به کار خیر زدن، جوانای ما که بیرون از کشور به سر میبرند در کشورهای مختلف اروپایی مبلغ پولی را بانی کار خیر شدن و برای می‌فرستند که ما به آسیب زده های حادثات اخیر طبیعی که در هرات وقوع کرد، متاسفانه که از 10 روز به این طرف شاهد بیش از 30 زلزله در نقاط مختلف از شهر هرات بودیم، از جمله ولسوالی زندجان، ولسوالی مشکرابادزنی، ولسوالی قران و قسمت از ولسوالی اینجی. در این مناطق قریه‌ها که زلزله متاسفانه متضرر شدن و آسیب جدی مالی و جانی به اونا رسیده. مجموعه مرحله اول از کمک هایی که به دست ما رسیده 370,000 افغانی است که ما در مرحله اول به کوتی ها که لیستی که از طرف کمیسیون توزیع کمک ها برای ما داده شده 26 خانه در اینجا حضور داره که مبلغ 7,000 افغانی به هر خانه ما از این مبلغ کمک ان شاء الله به اونا تقدیم میکنیم که اول اینکه انگیزه باشیم به از ما در کنار هموطنان خود هستیم و دوم که مشوق دوستان دیگری باشیم که اونا هم بیان کمک بکنن و در کنار عزیزا و هموطنان خود باشن. در مرحله دوم و سوم دو طریق دیگر هم مد نظر داریم که باقی این مبلغ ما میریم و از نزدیک به خانه از اونا میریم و این مبلغ پول به اونا تقدیم میکنیم. ناگفتن بگذارم که شماره های زیرنویس میشه که شما از طریق این پول های ارتباطی میتونین کمک هایی که دارین، پولی که دارین بالاخره به دسترس عزیزای ما قرار بدید که از طریق از ما پولی بشیم میان شما و مردم آسیب دیده ما. تا پایان گزارش با ما باشید. دوستا شدت باد متاسفانه بسیار زیاده، هوا بیرون سرده، به خاطر از اینکه ما نمیخوایم زیاد دوستا زحمت بدیم به بیرون، حتی تصویر گرفتن و ویدیو گرفتن حتی مشکل شده، چی برسه به اینکه دوستایی که اینجا هستن شبا و روزا در این خیمه سر میکنن، در این هوای سرد، در این آب و هوای طوفانی و زلزله‌ای. خب با کاکا معرفی میشیم. کاکا جان نام خود بریم ما بگین، از وضعیت زندگی خود بریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما از غلام علی فرزند حاجی خداداد، مسکن غیر کوتی دشت. بله. مشکلات ما اینه، این منطقه بسیار طوفانیه. اصلا این روز که حال شما میبینیم ما این روز بسیار روز گرم داریم. به سر ما این روزا به این منطقه ما به یک شدت تیر میکنیم که اصلا شاید شما مردم به تاب نکنیم. ما با شما اینه که صدای ما برسونیم که سرپناه به زمستون اگر با ما نرسه ما شاید شاید بدین که حتی برای وقتی زلزله شد از ولایت پنجشیر ما دوستای داشتیم که اومدن اینجا به خاطر کمک، از ولایت قندهار اومدن، از دیگه اومدن، همه کنار شما هستن. از این ما به می دشوی خیلی نیاز داریم، به کل به سر ما وضعیت ما خراب. با قریه‌های دیگه در قسمت سرویس بی داشتیم دستیو جور کردن کارای شده. قریه‌ای که ماندام چیزی که ما امروز متوجه شدیم فکر کنم که در حال کار هستن که با قریه‌های دیگه مثل قریه شما جایی که دیگه هنوز جور نشده ان شاء الله کامل در قسمت ان شاء الله که تشویش نکنه. امید به خدا هستن کار میکنن. طفلا چی رقمه؟ طفلا وضعیت طفلا نمیتونه لغ و دغ و بال و کالی از نوک به زیر خونه ها شده. یعنی دیگه خرچی چیزی که سازمان با ما خدا واسطه که برسیده این خیمه هم سرپناه رسیده، اما این خیمه خیلی سسته به این منطقه ما، خیلی سست. یعنی میالم که بعد اصلا طاقت نداره. اصلا این خیمه خیلی به منطقه ما سسته. ما این خواهش داریم که به فکر سرپناه ما کوشش کنه زیادتر بشه. از این طفلا کدوم از شما؟ نه بیا اسم تو چی عزیز؟ بینجی نام تو چی بود؟ محمد شفیق جان. هوا خونه که شبانیه روزا که با ما هم کاری بکن. مکتب هم هست که با اینجا مکتب بوده هم خراب شد. مکتب به زلزله هم از بین برد. این طفلا مکتب میرفت؟ مکتب هم میرفت. صنف چند که صنف 5 بودی؟ مکتب شما میشه نزدیکه؟
اگالی بپرسم شیر چیزی هم بلدی؟ از این پاک شد این تو باور کنیم که خودمون مردم نی از صبح تا نماز نوشیم یک هفته است نون دلمون نمواد از اون کهل کردیم حالا نیم مریض باشیم شکر تیاریم حتی به مثل زلزله کهل کردیم انا دل موار پشت حتی غذا دلمون نمواد بخوریم خب خیر به هر حال یک متاسفانه مشکل به سر همه است خدا. احمد نصیب ما بوده خداوند نمی‌کرد. تقدیر خداوند بوده که اتفاق بیفته ولی شما ان شاءالله که جای نگرانی نیست نگران نباشید. نه دیگه چیزی که از طرف خدای شکر گذاریم هستن جوانایی هستن جوانای با همتی که در بیرون از افغانستان به سر میبرن در کشورهای اروپایی به سر میبرن یک مبلغ پولی را کمک کردن و از طریق ما ان شاءالله که به شما انتقال دادن و خوشحال میشیم که حداقل کوچکترین گیری از مشکلات شما رو می‌بازیم. امید به الله پاک امید به الله خیر بینیم تشکر کنم شما رو بگیرین یک مبلغ پولی به شما حتی که به می از ما یک خبر بگیریم باز ما از شما خوشحالیم که می خبر بگیریم فقط که می سلام علیک کنیم به می ما نیاز داریم به برادرها خو به دوستای خو که با ما میگیم خیر بینه تشکر کنید سلام علیک بر ما میکنه می هم دردی از ما میگیره می خبر که از ما میگیریم ما از شما خیلی خوشحالیم کمک هم کنم بیازو اگر برای شما ما مبلغ که مد نظر گرفته بودیم برای سه قریه است قریه شما به تعداد 26 خانواده مبلغ 7000 افغانی برای هر خانواده از طرف همون دوستان کمک شده که ما تقدیم شما میکنیم شما میتونید که بشماریم و از مبلغ شما که دو ای سه ای چهار ای پنج ای شش ای هفت اضافه نیست 7000 افغانی نه 7000 افغانی بشماریدم خیر بینیم تشکرش یک اضافه بود فکر کنم باشه که یک شما بگم بکنم این لازم نیست ایشه خاطر ایشه آدمی دیگه یک ای دو ای سه ای چهار ای پنج ای شش ای هفت فعلا که اضافه نیه اگر تعداد ما کمتر میشه بازم انشالله که خداوند واسه بدم دوستار که در مرحله بعدی هم انشالله که باعث همین کار خیر بشه خیر بینیم تشکر از حرف شما گفتنی شما بریم یعنی ما برای اینو امینه که فقط به سرپناه ما خیلی نیاز داریم پناه خدا انشالله که این هوا این منطقه خیلی سرد تشکر از شما تشکر یک جان سپاس خیر بینیم زنده همچنان با ما باشید دوستان در ادامه به سراغ دوستای دیگر هم
دوستان ما مبلغ برای 26 فامیل برای هر فامیل مبلغ برنامه دیگر یک قری دیگر تحت پوشش کمک نقدی خواهیم گرفت.